تاجیک هستم در قوم. تا اینمیم روزی که ما زندگی کردیم پدرم خود افغان میگه، مادرم خود افغان میگه، بیادرم خود افغان میگه، کاکایم خود افغان میگه، مامایم خود افغان میگه، خودم خود افغان میگم. در سر کار اگه میرم میگه کیستی، میگم افغان هستم، از آدرس افغانستان هستم. در یک جای مشکل اگر پیدا میکنم در اینمی کشور که بیش از 10 سال عمر خود سپری کردیم، اگر خوب میکنم بد میکنم میگه تو افغان هستی، از افغانستان هستی. با وحدانیت خدا قسم کسی پرسان نمیکنه که تو تاجیک هستی. در افغانستان هم فعلا خودت به این باور هستی که اونمو جغرافیا نامش افغانستان است. باعث یک تاجیک بحث تیک تاک و موضوع تیک تاک کاملا یک طرف میمانیم. بیش از 90% تاجیکی که در افغانستان زندگی میکنن خود افغان میگن، بدون از اینکه به کدام جریان، به کدام جهت، به کدام قوم توهین بکنم، دو بزنم، دشنام بزنم. از قوم تاجیک هستم، خود افغان میگم. چرا امرای همین مشکل داری؟ نو برادر، نمی دلم از اینمی بابات خود افغان میگم، یکی خلاص. همین مشکل در چیز؟ اینمی گور پدر کوروش کبیرش، گور پدر تاریخش، گور پدر هر آن کسی که آمده نام افغانستان، هیچ بر من مهم نیست. از روزی که اینمی من عقلم کار میکنه، از روزی که ما زندگی کردیم، از روزی که ما در جمهوریت زندگی کردیم، مرا مردم افغان گفته افغان هستم. چرا مرا به خاطر ما دعوا زدیم کسی را، ما به قوم کسی، ما میگم افغان هستیم، در پایین مرا دل ما افغان است. برای تو مبارک، ولی توهین برای تاریخ من نکن.